به بخش خبری 2040 خوش آمدید. امروز افرادی ناشناس به 2 نفر از روحانیات معظم حمله کردند و ماشین آنها را به آتش کشیدند. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که این حمله ربطی به اغتشاشات اخیر نداشته و حمله کنندگان تحت تأثیر استعمال مواد مخدر دست به این کار زدند. خبر بعدی این که در هفته‌های گذشته افرادی ناشناس در بازداشتگاه‌های مختلف فوت کردند که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این افراد ربطی به اغتشاشات اخیر نداشته و به خاطر نرسیدن مواد مخدر به آنها فوت شدند. طبق گزارش خبرنگار اعزامی ما در هفته گذشته، افرادی ناشناس در برخی خیابان‌های کشور بر روی دیوارها علیه حکومت شعارنویسی انجام داده و تصاویر مقام معظم را به آتش کشیدند که بررسی‌ها نشان می‌دهد که این افراد ربطی به اغتشاشات اخیر نداشته و پس از مصرف مواد مخدر دیوارنویسی کردند. و اما اخبار هواشناسی: در خوزستان و ایلام میزان گرد و غبار به شدت افزایش یافته و در شهرهای بزرگ نیز هوا به شدت آلوده است. اما بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که این آلودگی‌ها ربطی به اغتشاشات اخیر نداشته و به دلیل افزایش مواد مخدر بوده است که ریزگردها وارد هوا شده‌اند. تا بخش خبری بعدی براتون آرزوی سلامتی و تندرستی می‌کنیم که این موضوع هم ربطی به اغتشاشات اخیر ندارد و به دلیل استفاده مواد مخدر هست. خدا نگهدار.